زندگی من از زمانی تغییر کرد که من یاد گرفتم چجوری با مدیتیشن Tuning into the New Potential از دکتر جو یا همون پتانسیال های جدید به اون ورژن جدید خودم، به اون نسخه جدید خودم متصل بشم. تو این ویدیو میخوام واسهتون توضیح بدم که چجوری با این مدیتیشن میتونین آرزوهای زیبای خودتون رو جذب بکنین. این مدیتیشن چقدر طول میکشه، چند بار باید انجامش بدین و اینکه چجوری میتونین به آرزوهای زیباتون برسین. طبق آموزش های دکتر جو دیسپنزا توی میدان کوانتومی نسخه های بیشماری از آینده ما وجود داره. مدیتیشن Tuning into New Potential به ما کمک میکنه که ما از اون هویت قدیمی خودمون جدا بشیم و به اون چیز جدیدی که میخوایم متصل بشیم. این در حالی هستش که ما توی حال حاضر میمونیم و به اون کاراکتر، به اون هویتی که میخوایم بشیم متصل میشیم و به اون تبدیل میشیم. یعنی چی؟ یعنی ما منیفست نمی کنیم، ما جذب نمی کنیم اون چیزی رو که میخوایم، ما جذب میکنیم اون چیزی رو که بهش تبدیل شدیم و هستیم. این مدیتیشن با نفس کندالینی شروع میشه که نزدیک 6.5 دقیقه طول میکشه و خود مدیتیشن 45 یا 46 دقیقه هستش و مهمتر از هر چیزی که چقدر طولانی هست یا چقدر کوتاه هستش اون کیفیتیه که شما از مدیتیشن دارین. یعنی که در اون حال برین و تو اون حال حاضر بمونین و به اون مکانی برسین که توش هیچی نیست جز اون فرکانس هایی که خودتون رو باهاش هماهنگ میکنین با فرکانس آرزوهاتون در حال حاضر. در ابتدای مدیتیشن تو بخش اولش این هستش که ما توجهمون رو از بدنمون ور می‌داریم و از گذشته و آینده میایم به حال حاضر و وارد اکنون میشیم. اینجاست که ذهنمون آروم میگیره و بدنمون از اون حالت بقا در میاد. تو مرحله بعدی به اونجایی میریم که نه هیچ کس هست، نه هیچ چیزی هست، نه هویتی وجود داره و فقط انرژی ها هستن. اونجا جایی هستش که مکانی هستش که تمام آرزوها، تمام فرکانس های زیبا، اون چیزی که شما توی وجود نازنینتون هستش اونجا حضور داره و تنها کاری که شما باید بکنین این هستش که به اون فرکانس متصل بشین و جذب آرزوتون رو انجام بدین و برگردین روی کره زمین اونو به دستش بیارین. قبل از اینکه این مدیتیشن رو شروع بکنین یه دونه کاغذ برمی دارین، 2 دایره میکشین که از وسطش این 2 دایره به همدیگه متصل شدن. وسط اون دایره که با همدیگه اینجوری متصل شدن، تو اون وسطش اون کلمه اول اون چیزی رو که میخواین جذبش بکنین رو مینویسین. مثلا دوست دارین ثروت جذب بکنین، اون کلمه اول 3 و اونو تو اون قسمت وسطی این 2 دایره ها که به هم وصل شدن میذاری. اون نمادی هستش از 3 برای ثروت. سمت چپ دایره هایی که به هم وصل شدن، سمت چپ صفحه، تمام چیزایی که دوست داری با جزئیات کامل به زبون حال می نویسی. یعنی چی؟ یعنی که به حالت مثلا من مثال میزنم، من خیلی شکرگزار هستم برای این زندگی زیبا، برای این نعمتی که از کائنات، از خداوند گرفتم. من شکرگزار هستم برای خونه زیبایی که توش زندگی میکنم. من شکرگزار هستم برای مسافرت‌های زیبایی که میرم. من شکرگزار هستم برای لباس‌های زیبایی که میپوشم. من شکرگزار هستم برای تمام غذاهای زیبایی که میخورم. هر چیزی که واسه شما عزیزانم ثروت رو نشون میده. حالا بر هر کس یه چیزی هستش. این فقط یه مثاله. سمت راست این 2 دایره، سمت راست کاغذ، شما تمام احساسات زیباتون رو مینویسین که چه احساسی دارین بعد از این که این چیزی رو که دنبالش هستین، این ثروتی که دنبالش هستین رو جذب کردین. مثلا
می‌نویسین که من شکرگزارم، خیلی شکرگزارم، من خیلی خوشبختم، من دیگه خیلی ریلکس هستم، خیلی آروم هستم. همه رو به صورت مثبت می‌نویسین، نه اینکه چیزای منفی بنویسین. من دیگه قصه نمیخورم، مثلا چیزای بد توش ننویسین، چیزای مثبت و زیبا بنویسین، از ته قلبتون بیاد، چیزایی که بهتون احساس قشنگ میده، واقعا اون احساسی که توی وجودتون میاد بعد از اینکه این ثروت مثلا جذب میشه. اونا رو می‌نویسین سمت راست کاغذ. وقتی که میرین توی مدیتیشن، شما 2 تا پتانسیال دارین. دکتر جو میگه که اولین پتانسیال و اون آرزو بزرگه رو بردار، دومین پتانسیال و یه آرزوی کوچولو بردار که مثلا به صورت بازی باشه، یعنی یه چیزی که حتما دلت نمیخواد اونو همین الان لازمش داری که جذبش کنی. چون اون چیزی رو که ما بهش نچسبیدیم که به زور همین الان جذبش کنیم، اون چیزی هستش که اول از همه جذب میشه. پس 2 تا پتانسیال داری. اولین پتانسیال و وقتی که توی مدیتیشن دکتر جو میارتت اونجا و ازت میپرسه حالا این پتانسیال اول تو بیار، اون آرزو بزرگه رو میاری که براش دایره کشیدیم، مثلا ثروت، مثلا جذب کار، جذب شوهر، جذب همسر، زن، جذب خونه، مهاجرت، پول، هر چی که دوست دارین، سلامتی. برای اون آرزو دومیه یه چیز کوچولو در نظر بگیرین. اون که تموم شد میرین سر آرزو کوچولو. دومین پتانسیال رو میگه که بیارین توی میدان کوانتومی. اون آرزو کوچولو رو میتونین بکشین یا میتونین هم نکشین، همینجوری فقط تصورش بکنین. این مدیتیشن برای جذب همه چیز هستش. این پتانسیالایی که انتخاب میکنین برای همه چی هست. یک مریم دیگه‌ای هست تو این میدان کوانتومی که به اون آرزویی که میخواد رسیده. ما فقط باید خودمون رو با اون انرژی توی این مدیتیشن مچ کنیم، وصل کنیم و وقتی برمیگردیم روی کره زمین باید تاثیراتش رو ببینیم. وقتی از مدیتیشن میایم بیرون باید تاثیراتش رو ببینیم. حالا چه چیزای مهم هستش؟ حتما اعتقاد داشته باش و ایمان داشته باش به کاری که انجام میدی. با خودت فکر نکن هر روز بری چک بکنی چرا امروز پول نیومد. با خودت نرو هر روز چک کن بگو پس کار جدیدم که نیومد، خونه‌ای که میخواستم نخریدم، ماشینی که میخواستم نگرفتم، پس چی شد. این بی‌طاقتی ها هی داری اون چیزی رو که توی میدان کوانتومی اوردر کردی، سفارش دادی، هی کنسلش میکنی. هی داری دوباره انرژی فقدانش و نداشتنش رو میفرستی. پس نکته مهم این هستش که هر روز نرو چکش نکن، بلکه ایمان داشته باش. وقتی که روزانه مدیتیشن تو انجام میدی ایمان داشته باش به کاری که انجام میدی. مطمئن باش که دستای مهربون خداوند، کائنات، به اون چیزی که تو دل مهربونت اعتقاد داری صدا تو شنیده و تو راه هستن که تو رو کمک کنن. این مدیتیشن رو خود من به شخصه به مدت 30 روز کمش، ولی من تا زمانی که آرزومو بگیرم معمولا انجام میدم، ولی من میگم 30 روز به خاطر اینکه هر چیزی رو که ما 4 هفته انجام میدیم برامون عادت میشه. هر روز انجامش بدین. ساعتش بهترین ساعت مدیتیشن واسه خود من و تمام این سالهایی که من دارم این درس ها رو میخونم و میگذرونم، صبح بعد از خواب هستش یا شب قبل از این که برین بخوابین. اون عزیزایی که صبح زود بیدار میشن ساعت 4-5 صبح ساعت خیلی خوبیه، ولی بذارینش جزو عادتهاتون، عادتهای جدیدتون که هر روز انجامش بدین. اگر که به اون عکسی که کشیدین و اون چیزایی که سمت چپ و راست نوشتین توی مغزتون سیو شد، هر روز دیگه لازم نیست نگاهش بکنین. عزیزایی که یادشون میره و نمیدونن چه چیزایی رو نوشتن، قبل از مدیتیشن یه نگاه روش بندازین، چون وقتی که میرین توی مدیتیشن و دکتر جو از شما میخواد که اون پتانسیال رو تصور بکنین، یادتون باشه که چه چیزی رو توی میدان کوانتومی میخواین بذارین.
پس روزشو بهتون گفتم چند روز انجام بدین، ساعتشم بهتون گفتم، نفسم داره. اولش تمرین نفس کوندالینی. عزیزایی که نفس کوندالینی رو نمیخوان اولش انجام بدن، این مدیتیشن جداگانه ساخته شده، یعنی شما میتونین از قسمت مدیتیشن شروع بکنین. من از این طریق خودم به مدت خیلی کوتاه، ظرف فقط 1-2 هفته که احتیاج داشتم که کار جدیدم رو جذب بکنم، چون زمان بعد از شفام بود و صاحبکار قبلی منو از کار انداخت بیرون به خاطر که من مدت طولانی مریض بودم. من فقط 6 هفته پول داشتم و در غیر این صورت بعد میرفتم پیش اداره بیکاری و این کار رو نمیخواستم بکنم. من خودم به مدت کوتاهی با این مدیتیشن بعد از فقط 2 هفته نزدیک 5 تا یا 6 تا اینترویو و مصاحبه گرفتم از شرکت‌های مختلف و برای من شوق زده شده بودم که من از این 4-5 تا 6 تا اینترویو مختلفی که داشتم 4 تاشون اینا به من جواب مثبت دادن. یعنی در این حدی بود که من بعد از 3 هفته یا 4 هفته 4 تا قرارداد کاری روی میزم بود و فقط از بین اینا من اون کاغذم رو آوردم و باز کردم ببینم که کدومشون رو من اصلا اینجا ارده کرده بودم، کدومشون رو من سفارش دادم و خودم رو تصمیم گرفتم برای اون کاری که مو به موی اون چیزایی که من سفارش داده بودم همونو دریافت کردم. تا اون تیمی که دلم میخواست توش کار بکنم، حتی حقوقم، حتی زمان مسیری که از خونم هستش تا مکان کاریم، حتی صاحبکارم، رئیسم و تمام این که دوست داشتم چند روز از تو خونه کار کنم و چند روز اونجا توی شرکت باشم، تمام این چیزایی که من مو به مو نوشتم همشون رو گرفتم. یعنی نمیتونم بگم حتی یکی از اونام نشد. کاری رو کائنات به من داد، شغلی رو به من داد بین این همه که تمام اون جزئیاتی که نوشتم و اونا برای من در نظر گرفتن. پس به اسپریت گایداتون، به استادان روحیتون اعتقاد داشته باشین. جزئیاتش رو یادتون نره، حتما جزئیاتش رو بنویسین. یکی از ابراهام هیکس، یکی از همین مسترهای بزرگ، میگه که یه عزیزی میخواستش همسر مورد علاقهش رو جذب کنه و یادش رفته بود بنویسه که ایشون مجرد باشه. اون مردی رو که دلش میخواست پیدا کرد دقیقاً با تمام اون جزئیات، ولی ایشون مجرد نبود. پس ببینین عزیزانم، جزئیاتی که می‌نویسین خیلی مهمه. مثلا یه عزیزی من باهاش کار می‌کردم نوشته بود من دوست دارم این آدم سیگار نکشه. توجه کنین، جمله هاتون رو به صورت منفی ننویسین. حتی اگه توی ذهنتون میاد که مثبت نوشتین، ولی این جمله که من نمیخوام ایشون سیگار بکشه یا من میخوام که ایشون سیگار نکشه، این جمله منفیه. حتما از جمله‌های مثبت در حال حاضر استفاده کنین. مرد من، زن من، خدا رو شکر، کائنات شکر، سیگاری نیست. جمله ساده، حال ساده در حال حاضر. من از همین طریق تیکتی که کاملا فروش کامل رفته بود، سولد آوت شده بود، از ریتریتی که دکتر جو داشت می اومد سوئیس، از همین طریق تیکت خودش رو، بلیت خودش رو به همین ورکشاپ منیفست کردم و خیلی چیزای دیگه رو توی زندگیم دقیقاً با همین مدیتیشن پتانسیال های جدید منیفست کردم. خیلی پاسخگو هستش، خیلی مدیتیشن قوی هستش، بهتون توصیهش میکنم. من نمیدونم از کجا میتونین به زبون فارسی اینو بیاریدش، ولی به زبون اورجینالش و به زبون اصلی خودش رو من لینکش رو میذارم این پایین واسهتون. اون عزیزانی که زبان انگلیسی حرف میزنن، اون عزیزان دیگه که فقط زبان فارسی میتونن، لطفاً لینکش رو بذارین که اون یکی های دیگه هم وردارن و بتونن آرزوهای زیباشون رو جذب بکنن. خوشحال میشم که واسم بنویسین ببینم چه چیزایی رو باهاش جذب کردین. یه بار دیگه میخوام براتون خیلی کوتاه توضیح بدم. این مدیتیشن برای جذب همه چیز هستش، برای سلامتی، برای همسر مورد نظر، برای مهاجرت، برای ماشین جدیدی که میخواین، برای
کار جدید، برای قبولی توی امتحاناتون، برای بچه دار شدنتون، برای هر آرزوی زیبایی که توی دل نازنینتون هست، این مدیتیشن رو میتونین استفادهش کنین. اما اگه میخواین یه تغییر دیگه توی زندگیتون بیارین، مثلا در حال حاضر میخواین یه تغییر دیگه بیاد، مدیتیشن changing boxes یا همون عوض کردن جعبه ها هست که توی یه ویدیو جداگانه واسهتون توضیح دادم. لینک اون ویدیو رو میذارم همین پایین براتون، میتونین برین اونم نگاه کنین. واسه عزیزانی که دوست دارن با من توی دوره‌های گروهی شرکت بکنن و این رودخونه تغییر رو با من برن، همون مسیری که خودم رفتم قدم به قدم و به صورت فشرده، لطفاً با ایمیلی که این پایین میذارم با من در ارتباط باشین. من جای آزاد دارم و از 2 هفته دیگه این کلاس ها شروع میشن. هزینه‌اش خیلی بالا نیست و امیدوارم که بتونه یه تغییر بزرگی توی زندگی شما عزیزانم بیاره. میبوسمتون، بهتون عشق میورزم. تا ویدیوهای بعدی.